من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بازم تسلی مسلمانان بهشت مفت نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا شما گمان میکنید که وارد بهشت میشید ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم هنوز الله معلوم نکرده کسانی را که جهاد میکنن از شما یعنی ظاهر نفرموده و یعلم الصابرین و همچنین الله هنوز ظاهر نفرموده صابران را و یعلم الصابرین کسانی که صابر بودند الله اونها را هنوز ظاهر نکرده. ظاهر میشن با شکست با شهادت با مشکلات و همچنین اکنون ملامت میفرماید بر این شکست که کسانی که ناراحت هستند اونها را ملامت میفرماید. الله می فرماید ولقد کنتم تمنون الموت بدرستی شما از قبل تمنای مرگ می کردید. مرگ منظور هی الشهاده روح المانی مراد از مرگ چیه؟ شهادت. عنایت بفرمایید که در جنگ بدر خب تعداد محدودی از صحابه همراه بودن. خیلی از صحابه نتونستن یک حرکت شد نبودند نتونستن بیاند در جنگ بدر شریک بشن. بعدا افسوس میخوردن میگفتن کاش یک بار دیگر گرچه در آیه دیگه هم میآید یک بار دیگر با دشمن روبرو میشدیم. تعدادی از صحابه مخلص از بدریین در بدر شهید هم شدن 5-6 نفری. لذا هر کس تمنا میکرد وقتی که فضیلت شهید و شهدا را شنیدن هر کس از این صحابه میگفتن کاش ما روبرو میشدیم در جنگ با دشمن و شهید میشدیم. اکنون الله میفرماید مگر شما خودتون تمنای شهادت نکردید؟ الان چرا ناراحتید؟ ولقد کنتم تمنون الموت بدرستی که شما تمنای شهادت کردید من قبل ان تلقوا قبل از اینکه او را بیابید فقد رأیتمو الان بدرستی که شما آن را دیدید و انتم تنظرون شما نگاه می کردید می دیدید که چطور شهادت آمد یک به یک شما را شهید کردن. لذا جای نگرانی نیست بیشتر از این غم نخورید. و ما محمد الا رسول هم اشاره به جریانی هست در احد که منافقین مشرکین دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و در صدد شهادت رسول الله همیشه در جنگ به هر حال سعی میکنن کسی که در رأس هست امیر هست فرمانده کل هست او را بزنند از پای در بیاورند اون وقت پیروزی اعلام میشه. لذا حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه که یکی از صحابه مخلص است از اولین کسانی که به عنوان معلم اولین معلم مدینه طیبه به عنوان معلم فرستاده شد و مصعب که
ناز پرورده مکه بود، از اشراف و از سرمایداران مکه بود، ولی به خاطر دین هجرت کرده بود. مصعب شباهت های با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت و اون بدبخت و شقیه که بر مصعب حمله کرد و وقتی که دید علم و پرچم به دستش هست فکر کرد که رسول الله هست و زد حضرت مصعب را از پشت و شهید کرد. بعدا اعلام کرد که الا ان محمدا قد قتل، محمد کشته شد، محمد را کشتم. و هی فریاد میزد و شاد بود و بر اسبش میدوید. دیگه این شایعه وقتی که در میان صحابه افتاد، صحابه روحیه خودشون را از دست دادند. صحابه چیزی که بیشتر باعث عقب نشینی شد و به طرف احد رفتند و متفرق شدند، متشتت شدند، این خبر بود. گناه هم نداشتن صحابه‌ای که واقعا عشق داشتن به رسول الله و رسول الله را از جانشون، از مالشون، از فرزند اولادشون، از پدر و مادر ترجیح میدادند. یک صحابی پدرش را میکشد، ابو عبیده بن جراح، خواندیم در جنگ بدر، به خاطر رسول الله. حضرت ابوبکر پدرش را تو گوشی میزند به خاطر رسول الله. اون دیگری برادرش را و برای کشتن برادرش خوشحال هست. اینا همه به خاطر رسول الله، همه چیز خودشون را فدا کردن به خاطر الله و رسول الله. وقتی که در عین جنگ به اونها خبر برسه که رسول الله کشته شده، شهید شده، چه حالتی خواهند داشت؟ لذا صحابه بسیار نگران شدند، روحشون را از دست دادند، متفرق شدند، تا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه را صدا زد، فریاد زد، همه جمع شدند، دوباره جمال جهان آرای رسول الله را دیدند، تقویت شدند. دیگه وقتی که تقویت شدند، مطمئن شدند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حیات دارد، باری دیگه حمله کردند و در این حمله دوم با وجودی که شهید داده بودند مشرکان فرار کردند و دیگه نتونستن تاب بیارن. متوجه شدن که الان اینها عصبانی هستند و شیرهای خشمگینی هستند، خیری برایشون نیست، لذا فرار کردن. حتی بسیاری از وسایل را در میدان گذاشتند. عرض کردم شکست اصلی در احد هم مال سپاه اسلام نبود، مال سپاه کفر بود. تلفات هر کس در جنگ میده، ولی اصل اینه که میدان را خالی گذاشتن و حتی بسیاری از وسایل خودشون را خالی گذاشتن. پس هم در ابتدا شکست بود، هم در انتها شکست بود. در وسط به خاطر تغافل و غفلت بعضی از افراد تعدادی از صحابه شهید شدند. لذا الله تعالی اینجا زجر و توبیخ بیان می‌فرماید که آیا شما محمد صلی الله علیه وسلم را عبادت میکنید که این گونه روحیتون را از دست دادید؟ الله می‌فرماید و ما محمد الا رسول، نیست محمد صلی الله علیه و سلم مگر رسولی قد خلت من قبله الرسل، به درستی که گذشته قبل از او رسول، پیامبران زیادی. افئن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم، آیا اگر بمیرد یا کشته بشه، انقلبتم على اعقابكم، این استفهام است اما استفهام انکاری هست. آیا برمیگردید على اعقابكم، بر اعقاب، عقب میگن پشت پارا، یعنی به عقب برمیگردید. دو تا مفهوم میتونه داشته باشه، یعنی از این دین برمیگردید دوباره به دین کفر و شرک، چون بعضی ها همین دعوت را دادند، یا اینکه انقلبتم علی اعقابکم، یعنی از جهاد برمیگردید. و من ینقلب علی عقبی، خدا هم نیازی ندارد، هر کسی که بر عقبین برگردد، بر کوز و پشت پا برگردد، یعنی عقب گرد، عقب نشینی، فلن یضر الله شیئا، هرگز به خدا ضرر نمیرساند،
و سیجزی الله الشاکرین. الله میفرماید حتما الله جزا میده شاکرین را. شاکرین جلالین نوشتن نعمه بالثبات، کسانی که شاکر نعمتهای خدا هستند اونها را خدا جزا میده. چه جزایی میده؟ بالثبات، استقامت، ثبات. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. خداوند میفرماید هیچ نفسی نمی میرد. وما كان لنفس، نیست برای هیچ نفسی ان تموت بمیرد، طبعا یا قتلا، چه به موت طبعی بمیرد یا چه کشته بشه، قتل بشه. نمی میرد الا باذن الله، مگر به اذن الهی. کتابا مؤجلا، کتابی هست که وقتش تعیین شده هست، یعنی مکتوبی هست، خدا برای هر کسی وقتش را تعیین کرده. و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها، هر کسی که اراده داشته باشد اجر دنیا را، نتیجه دنیا را، نؤته منها، ما میدهیم او را از آن. و من یرد ثواب الاخرت، هر کسی که اراده داشته باشد نتیجه آخرت را، نؤته منها، ما به او میدهیم. و سنجزی الشاکرین، ان قریب ما جزا میدهیم شاکرین را، قدردانها را. لذا اراده دنیا دارید هم اعلام کنید، اراده آخرت هم نتیجهش را میگیرید. اکنون خداوند اعاده میفرماید مضمون جهاد را با نمونه از سابقین، از گذشتگان. خدا میفرماید در گذشته هم مشکلات آمد، از مشکلات بندگان مخلص نمی هراسند، سست نمی شوند، عقب نشینی نمی کنند. و کأی من نبی، چقدر از انبیاء خدا هستند، از پیامبران الهی که قاتل معه، جنگیدن در رکاب اون پیغمبر، جنگیدن در کنار اون پیغمبر. ربیون کثیر، ربیون زیادی، ربیون یعنی کسانی که ربانی بودند. البته ربیون دو معنا دارد. اولا جمع کلمه ربی هست، یکی ربیون به معنی ربانیون، اهل الله، انسانهای با خدا. و دوم ربی به معنی جماعات کثیره، و الربیون الالوف الکثیره. ربیون میگن هزاران نفر را میگن ربیون الکثیره. قال ابان بن تغلب الربی 10,000. ربی یعنی چه؟ 10,000. ابان بن تغلب الربی 10,000. قرطبی. خب پس ربیون یا معنیش چی هست؟ هزاران نفر. لذا شما هم مثل اونها هستید. یا اینکه ربیون انسانهای با خدا، اهل الله. لذا الله می فرماید قاتل معه ربیون کثیر، جنگیدن در رکاب اون پیغمبر، در کنار اون پیغمبر، همراه با اون پیغمبر انسانهای با خدای زیادی. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. الله می فرماید، تعریف میکنه صابرین را، سست نشدند، ضعیف نشدند برای آنچه که به اونها رسید در راه الله. و ما ضعفوا، ضعیف نشدند. و ما استکانوا، عاجز نشدند در مقابل دشمن، در مقابل دشمن عاجز نشدند. والله يحب الصابرین، الله دوست دارد صابرین را، کسانی که صبر میکنند، استقامت میکنند در جهاد و به خاطر الله سختی ها را تحمل میکنند. صابرین را در هر موضوعی الله دوست دارد. کسانی که صابر هستند، چه در راه الله استقامت دارند، یا کسانی که صابر هستند در وقت مصیبت، یا کسانی که صابر هستند بر طاعات استقامت میکنند، یا کسانی که صابر هستند بر ترک
گناهان صابر هستند. الله همه صابرین را دوست دارد. و ما کان قولهم، اینجا خداوند پختگی قولشون را و متانت قولشان را بیان می فرماید و نقل می فرماید. و ما کان قولهم، نبود قول آنان، الا ان قالوا، مگر اینکه گفتن ربنا اغفر لنا، بار اله ما را ببخشای، ذنوبنا، گناهان ما را، و اسرافنا، و زیادتی ما را، اسراف ما را یعنی از حد گذشتن ما را، فی امرنا، در که اسراف کردیم، و ثبت اقدامنا، ما را ثابت قدم و استقامت عنایت بفرما، و انصرنا علی القوم الکافرین، ما را بر قوم کافران یاری ده، ما را نصرت بده. الله می فرما همیشه این گونه دعا کردن. وقتی که این گونه دعا کردن، فاعطاهم الله ثواب الدنیا، این ثمره دنیوی، نتیجه دنیوی. الله می فرماید خدا به اونها داد نتیجه دنیا را. نتیجه دنیا چیه؟ فتح و ظفر. فتح و ظفر یا نصرت و فتح بنویسید. خداوند به اونها داد در دنیا. و حسن ثواب الاخره، و بهترین اجر و پاداش آخرت را الله هم به اونها داد. مغفرت و رضا و بهشت خدا، اینها را هم به اونها داد. والله یحب المحسنین، الله دوست دارد چنین مخلصین را، چنین نیکوکاران را. این مخلصینی که سختی ها را، مشکلات را فقط و فقط برای رضای الله برداشت میکنند، تحمل میکنند. لذا تشویق صحابه هست که شما هم باید در راه الله این گونه ثبات داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اینجا خداوند عزوجل زجر بیان میفرماید برای مؤمنین و هشدار میدهد که در کارهای خودشان از کفار مشوره نگیرند، از کفار رأی نگیرند، خط نگیرند. شأن و نزول گرچه خاص باشد ولی معنای آیه و مفهوم آیه عام هست، مطلقاً مؤمنین هر زمانی را شامل میشه. در هیچ زمانی شما خط مشیتون را از کفار نگیرید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر شما اطاعت کنید کفار را، دشمنان دینتان را، یردوکم علی اعقابکم، نتیجه اطاعت برمیگردانند شما را به پشت سرتان، به همون راه و روش جاهلیت. فتنقلبوا خاسرین، ثمره رد برگرداندن. فتنقلبوا خاسرین، پس میگردید شما زیانکار، زیان میکنید، ضرر دنیا و آخرت. پس چیکار کنید؟ از الله خط بگیرید، از الله دستور بگیرید. بل الله مولاکم، بلکه الله عزوجل مولای شماست، دوست شماست، حامی شماست. مولا را بیشتر به معنی چی کردیم؟ حامی. کافر دشمن خدا حامی شما نمیشه، الله حامی شماست. و هو خیر الناصرین، بهترین یاری کننده هست، بهترین یاور هست، بهترین کمک کننده هست. از الله خط بگیرید، دستور بگیرید. سنلقی فی قلوب الذین کفروا، هم تسلی هست هم نمونه نصرت. ان قریب ما القا میکنیم، می اندازیم در دل کسانی که کفر کردند رعب را، وحشت دنیوی را. بما اشرکوا بالله، این سبب رعب هست. رعب به سبب شرک هست، به سبب آنکه آنها شرک کردن به خدا، شریک گرفتن. کی را شریک گرفته؟ ما لم ينزل به سلطانا، ما یعنی اون معبودانی را که لم ينزل، نازل نفرموده خداوند، به یعنی به معبودیته، به معبودیت اونها، سلطانا هیچ نوع دلیلی، نه عقلا نه نقلا. اینها آمدند و با خدا شریک قرار دادند.
آلهه‌ای را، خدایانی را که خداوند نسبت به خدایی بودن اونها و اله بودن اونها هیچ مدرکی نفرستاده، یعنی هیچ خدا نگفته. و مأواهم النار، خب اون ثمره دنیوی شرک بود که خداوند مرعوب میگردانند مشرکان را، همیشه ترسو هستند. در آخرت مأواهم النار، جایگاهشان آتش جهنم است. و بئس مثوى الظالمین، ثمره اخروی شرک، بسیار بد است جایگاه ظالمین. بله، ولقد صدقكم الله وعده، از اینجا خداوند عزوجل علت اصلی و دلیل اصلی این شکست را که در احد انجام گرفت بیان می فرماید. در رابطه با این آیات علامه نصفی نوشته که قال ناس من اصحابه، گروهی از اصحاب رسول الله، مردمانی اصحاب رسول الله گفتند من این اصابنا هذا، این از کجا به ما رسید این شکست؟ و قد وعدنا الله النصر، در حالی که خداوند با ما وعده کمک کرده بود، وعده نصرت بود. تفسیر مدارک، از کجا این شکست به ما رسید؟ الله عزوجل در این آیات بیان می فرماید که ولقد صدقكم الله وعده، خداوند وعدهش را محقق کرد. اذ تحسونهم باذنه، در ابتدا که شما اونا را قطع می کردید، تحسونهم یا تقطعونهم، ابتدا صحابه مثل اینکه کسی سر گوسفندان را چگونه قطع بکند و ببرد، همونطور می زدند و می رفتند جلو، و مشرکان هی شکست می خوردند و عقب نشینی می کردند تا اینکه فرار کردند. خدا می فرماید من وعده ام را با شما عملی کردم، اما شما وعده تون را با رسول من عملی نکردید. جریان چی بود؟ عرض کنم خدمتتان که در دامنه کوه احد و اون میدان احد، کسانی که مشرف شدن به اون دیار میدونند این میدان اصلی جنگ بود و قسمت راستش یک تپه‌ای هست، تپه‌ای که پشت تپه دید ندارد. چپش که کوه احد هست، راستش تپه‌ای هست که الان اسم اون تپه جبل الرمات هست. رمات جمع رامی هست، رامی به معنی تیرانداز. لذا الله عزوجل گروهی را از تیراندازهای صحابه به امارت صحابی شهید عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه بر کوه همین تپه گذاشت و دستور داد که شما اینجا در واقع پشت جبهه را بگیرید، مبادا دشمن پیشبینی که رسول الله می فرمود همون پیشبینی محقق شد، مبادا دشمن از پشت به ما حمله نکند. لذا شما اینجا بر این کوه بمانید، اگر ما شکست خوردیم یا پیروز شدیم شما تکان نخورید، تا زمانی که به شما نگفتیم بیایید پایین شما از همین جا بمانید، ولو اینکه دشمن عقب نشینی بکنه، دشمن بره، شما نرید، چون که این خطر بود که دشمن بره بعد از این پشت بیاد. صحابه پایین بودند، در میدان بودند، لذا 50 نفر بودند از تیراندازان و تیر و کمان به دست اونها بود. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه رفتند و جنگ شروع شد. جنگ که شروع شد همونطور که قرآن گفته اذ تحسونهم باذنه، دست و پا را قطع می کردند، سرها را قطع می کردند و می رفتند به جلو. مشرکان همه پا به فرار گذاشتند، شکست خوردند. مشرکان هم با چه اهمیتی آمده بودند، جوانان را زنان خواننده چنان ترانه ها می خواندند و تشجیع می کردند که آبا و اجداد شما را اینها کشتند،
شما باید انتقام بگیرید. نیروهای تازه نفس جوانانی بودند، اما وقتی که با اولین حمله ایمانی صحابه اونها شکست خوردن فرار کردن. فقط میمنه لشکری اونها یا میسره بود یا میمنه بود، اون کسی که در قسمت راست یا چپ لشکر هست، سیدنا خالد ابن ولید که اون روزها مسلمان نشده بود در رأس این لشکر بود و 250 نفر سوار داشت. 250 نفر فقط زیر دست حضرت خالد بودند و اینها از همون دور آمدن از پشت همین کوه و اون جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فکر میکرد و تصور میکرد که حمله بکنن همون چیز شد. لذا رسول الله با صحابه به جلو رفته بودند. جبل رمات پشت سر مانده بود. رسول الله پیشروی کرد، اونها از پشت جبل رمات آمدند و از جبل رمات بالا آمدند. اینجا عبدالله ابن جبیر بود، این را عرض نکردم خدمت شما. بعد از اینکه اونها شکست خوردند، همراهان عبدالله ابن جبیر گفتند که دشمن گریخت، جنگ تمام شد، غنایم را دارن جمع میکنن، بریم در جمع غنایم، جمع کردن غنایم شریک باشیم، سهیم باشیم. یکی اسبش مونده، یکی شمشیرش مونده، یکی زرهش مونده، یکی چیز دیگری مونده، همه فرار کردن. عبدالله ابن جبیر گفت نه، اجازه ندارید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده ما شکست خوردیم یا پیروز شدیم، شما این کوه را نگذارید، ما از اینجا نمیریم. خلاصه اختلاف کردند، گفتن نه، هدف رسول الله این نبوده که شما میگویید، هدف رسول الله این بوده که تا وقتی که جنگ هست، الان جنگ تمام شد. خلاصه به حرف امیر گوش نکردند، اکثریت آمدن پایین. فقط عبدالله ابن جبیر با 6-7 نفر موند. و این وقت که خالد ابن ولید حمله کرد، عبدالله ابن جبیر مبارزه کردند، زدند، ولی خب 250 نفر کجا و 6 نفر کجا؟ لذا اونها خودشون را رسوندن اینجا و با اینها درگیر شدن. این رمات را 6-7 نفری که مونده بود اینها را شهید کردند و رسول الله صلی الله علیه و آله با صحابه جلو رفته بودند و تعقیب میکردند دشمن را. اینها از پشت حمله کردند، از پشت که حمله کردند، از اون طرف مجددا اونها برگشتند و متوجه شدند که لشکر خالد رسیده. اونها از اون طرف حمله کردند، مسلمانان در وسط در محاصره شدند و به طرف کوه احد و وادی احد، لذا به طرف چپ رفتند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم به همین طرف رفت و هی صحابه را صدا میکرد. صحابه فکر کردن رسول الله شهید شده. لذا الله عزوجل میگوید که اینجا که شکست خوردید دلیل خود شما هستید. خدای عزوجل وعدهش را محقق کرد. الله میفرماید ولقد صدقكم الله وعده، بدرستی که الله صادق کرد با شما وعدهش را راست. الله تعالی با راستی معامله کرد. اذ تحسونهم باذنه، زمانی که شما دشمن را قتل می کردید و می کشتید با اذن و توفیق الله تعالی. حتی اذا فشلتم، حتی وقتی که شما سست شدید. فشل میگویند ضعفی که به دلیل اختلاف بیاید. ولا تنازعوا فتفشلوا، وقتی که شما اختلاف کردید، سست شدید به سبب اختلاف. و تنازعتم فی الامر، با هم دیگر درگیر شدید، اختلاف کردید در امر. در امر یعنی در حکم رسول صلی الله علیه وسلم. یک گروهی می گفت که بمانیم، رسول الله دستور داد. یک گروهی گفت نه خیر، دستور تا اینجا نبوده. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، سبب سوم، شما نافرمانی کردید بعد از اینکه ما اراکم، آنچه که خدا نشان داد به شما. ما اراکم ما تحبون، آنچه که دوست داشتید خدا به شما نشان داد. اون چه بود؟ غلبه، پیروزی. پیروزی را هم خدا شما را نشان داد، پیروز شدید. الان شما عصیان کردید.
الله می فرماید منکم من یرید الدنیا، بعضی از شما بودید اراده دنیا داشتی، بنویسی غنیمت. بعضی ها مد نظر غنائم بود که بریم غنائم را جمع کنیم. و منکم من یرید الاخره، بعضی دیگر از شما کسانی بودند که اراده آخرت را داشتند، یعنی تعمیل دستور خدا. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، سپس خداوند شما را برگرداند از آنها، لیبتلیکم، تا که شما را بیازماید. این تسلی هست، یعنی خداوند شما به طرف دشمن میرفتید دیگه روی شما برگردانده شد، به طرف پیروزی، از پیروزی منصرف شدید به طرف شکست دیگه. هدف چیه؟ هدف این شکست چی بود؟ الله تعالی تسلی میده، لیبتلیکم، تا که خدا شما را بیازماید. قبلا خواندیم تا که شهدا را مشخص بکنیم، مجاهدین را و ثابت قدمان را مشخص بکنیم. اما الله عزوجل تسلی دیگه میده، این تسلی مهمتر است. ولقد عفا عنکم، ببینید خداوند در همون میدان نقدن معافیشون کرد، نگذاشت 1400 سال بعد ما بیایم زبانهای خودمون را آلوده بکنیم و از لبگشایی بکنیم به طرف اونها. اونم با چه کلمات تاکید. لام برای تاکید هست یا نیست؟ قد هم برای تاکیده، نه؟ تاکید برای به درستی، بدون شک، به تحقیق. عفا عنکم، خدا شما را بخشید، معاف کرد. خدا بخشیده، الان مردم نمی بخشند، نبخشند. والله ذو فضل على المؤمنین، الله عزوجل دارای فضل است بر مؤمنان. خدا فضل می فرماید، فضل فرمود بر شما. خب صرفکم قبلا خواندیم، الله تعالی روی شما را برگرداند. اکنون این متعلق صرفکم هست. صرفکم اذ تصعدون، شما برگشتید، رویتون برگشت. چه زمانی؟ اذ تصعدون ولا تلوون على احد، وقتی که در وادی بالا می رفتید. صعود می گویند انسان به طرف کوه بالا بره. وقتی که بالا می رفتید، ولا تلوون على احد، و شما توجه نمی کردید. لوا می گویند گردن را برگرداندن. و شما توجه نمی کردید بر هیچ کسی، در حالی که والرسول یدعوکم، رسول صلی الله علیه و سلم شما را میخواند فی اخراکم، پایین شما بالایی میرفتید، رسول الله صلی الله علیه و سلم اخرا بود، یعنی پشت سر بود، پایین بود. شما را رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا میکرد. فاثابکم غما بغم، الله می فرماید به شما رسید، به شما الله آورد برای شما غمی بغمی، غم بر غم یا غم به سبب غم. غمی به سبب غم. این غم که بر شما آورد چی هست؟ همین شکست. به سبب غم، به سبب اینکه شما رسول الله را، حکم رسول الله را تعمیل نکردید. ببین روح المعانی نوشته ای اثابکم غما بسبب غم اذقتموه رسول الله صلی الله علیه وسلم. خداوند به شما غم داد، یعنی شکست، به سبب غمی که شما رسول الله را چشانیدید. بعصیانکم له و مخالفتکم امره، عصیان کردید ایشون را و امرش را مخالفت کردید. لذا فاثابکم غما بغم، به شما غم رسید، یعنی شکست رسید به سبب ناراحتی که برای رسول الله آوردید. اما این شکست را الله عزوجل برای شما بیان کرد اکنون، یا این مطالب را ما بیان میکنیم. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، این لکی لا متعلق فعلی هست شبیه این، یعنی قد بینا، قد اوضحنا، ما برای شما توضیح دادیم. لکی لا تحزنوا، تا که شما غمگین نباشید، علی ما فاتکم،
بر آنچه که از شما فوت شده، یعنی منافع از دست شما رفت. ولا ما اصابکم، و همچنین غمگین نباشید بر آنچه که الله به شما رسانیده. والله خبیر بما تعملون، الله خبر دارد به آنچه که شما عمل میکنید، از اعمال شما خوب خبر دارد. اما الله عزوجل غم را تا آخر ادامه نداد. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة، الله می فرماید سپس نازل فرمود بعد از غم امنة، امن را، آرامش. اون آرامش چی بود؟ نعاسا، این بدل از امنة هست. خداوند نوم خفیف آورد. میدونید که خواب و استراحت باعث چی میشه؟ کاسته شدن غم میشه، فراموش شدن غم میشه. خداوند یک آرامشی آورد در جنگ بر اونها که در میدان ایستاده خواب میرفت، شمشیر از دستش میافتاد. لذا الله میفرماید امنة، آرامشی آورد، یعنی نعاسا، نعاس چرت، خواب خفیف. یغشا طائفة منکم، الله میفرماید که تحت پوشش داد یک گروهی را از شما. دو گروه بودند در جنگ احد دیگه، بعداً بعضی ها جدا شدند. یک گروه مخلصین بودند، گروهی عبدالله ابن ابی هم بود، منافقین هم بودند. الله میفرماید یغشا طائفة منکم، تحت پوشش قرار داد این امنه، این نعاس، این آرامش، گروهی را از شما، اما گروهی دیگه آرامش نداشتند. و طائفة قد اهمتهم انفسهم، یک گروهی دیگر بودند که آنها را اهمیت داده بود، اونها را، یا اهمتهم فکرمند کرده بود آنها را، انفسهم خودشون. چی میشه؟ نتیجه رو بود، وحشت بود، کشته نشیم. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینا منافقان بودن. الله می فرماید یظنون، گمان میکردن نسبت به خدا، غیر الحق ظن الجاهلیه، گمان جاهلیت. خب اولا اینها کی بودند؟ علامه اندلسی در بحر المحیط میگه اجمع المفسرون على ان هذه الطائفه هم المنافقون. اجمع المفسرون على ان هذه الطائفه هم المنافقون. مفسران اتفاق نظر دارن که اینا منافقون هستند. یظنون بالله غیر الحق، منافقان غیر حق گمان میکردن، ظن جاهلیت داشتن. ای یظنون ان خلاف وعده تعالی حاصل، این گمان بدشون بود. میگفتن خدا العیاذ بالله خلاف وعده کرد، وعده کرده بود که من شما را کمک میکنم، کمک نکرد. وعده یاری و نصرت بود، نشد. پس این بود یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. یقولون هل لنا من الامر من شیء، یقولون هل لنا من الامر من شیء، آیا ما در این امر جایگاهی داریم؟ یعنی چه؟ این استفهام هست، استفهام انکاری، یعنی هل لنا ما لنا. هل لنا یعنی چه؟ لیس لنا. بله، ببین اینجا دو تا تفسیر هست، خوب توجه بکنید. فعلا تفسیر اول را میکنم. معنیش اینه که لیس لنا من الظفر الذي وعدنا به محمد صلی الله علیه وسلم شیء. هل لنا من الامر میشه، منظور از امر چی هست؟ امر پیروزی، امر موفقیت. آیا ما در این موفقیت سهمی داریم؟ نه خیر، نداریم. همون که گفتم چه گمانی میکردن که خداوند وعدهش را عمل نکرد. المعنى يقول ليس لنا من الظفر الذي، يقولون ليس لنا من الظفر الذي وعدنا به محمد صلی الله علیه وسلم شیء. این وعده که محمد کرده ما چی نداشتیم، سهمی نداشتیم، یعنی پیروز نشدیم.
یا اینکه این هم همون تفسیر اول است. هل لنا استفهام هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم، استفهام استرشاد میگویند، یعنی میگفتن یا رسول الله آیا وعده و نصرتی که خدا کرد از اون وعده چیزی به ما نمیرسه؟ یقول الحاضرون منهم، اون اولی مال قرطبی بود، این مال روح المعانی هست. یقول الحاضرون منهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، منافقینی که حاضر بودن به رسول الله گفتن على صورت الاسترشاد، به صورت استرشاد، هل لنا من امر الله تعالی وعده بالنصر شیء، آیا وعده الهی که با ما کرده، وعده نصرت، وعده یاری، آیا چیزی برای ما هست؟ خبری نشد. آیا در آینده بنا هست چیزی بشه؟ روح المعانی. اینها یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء. خب این تفسیر اول هست، یعنی اونها من الامر منظور از امر موفقیت، پیروزی در جنگ. اما تفسیر دوم اینه که قیل من الرأی و التدبیر، بحر المحیط، قیل من الرأی و یعنی میگفته هل لنا من الامر من شیء، کسی از ما میپرسد، ما که دور دیده هستیم، آزموده هستیم، متبحر هستیم، تجربه کار هستیم، از ما میپرسند، از ما نمیپرسند، نتیجه چه ببین. مسخره میکردند، هرچی ما گفتیم به حرف ما گوش نکردند. منافقین اینطور میگفتند هل لنا من الامر من شیء، پس منظور از امر چی است؟ رأی گیری، تدبیر، مشوره، برنامه ریزی. منظور از امر موفقیت در جنگ نیست. خب الله جواب میده مجملا، اولا قل ان الامر كله لله، اعلام بفرما ای رسول الله که امر همه برای الله است، در اختیار الله است. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك، این منافقان در دلشان مخفی میکنند ما لا یبدون لك، آنچه که ظاهر نمی کنند برای شما. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، تشریح اون گذشته مجمل. یقولون میگویند لو کان لنا من الامر، اگر بود برای ما از این امر، یعنی امر جهاد، تدبیری بود، رأی بود، اختیاری بود. من الامر شیء، از امر جهاد اختیاری داشتیم، ما قتلنا هاهنا، اینجا کشته نمی شدیم. یا اینکه اگر خداوند به ما ذره فتح و نصرت میداد، به وعدهش عمل میکرد، ما اینجا کشته نمی شدیم. الله می فرماید پس اینطور شما به وعده خدا محقق نشده که کشته شدید. اگر تو خانه هایتون می بودید هم می مردید. مرگ وقتی که وقتش رسید میاد. الله می فرماید قل لو کنتم فی بیوتکم، الله می فرماید اگر شما بودید در خانه هایتان، البته ظاهر می شدند کسانی که نوشته شده بر آنها قتل، کتب علیهم القتل، الی مضاجعهم. مضاجع اصل مضجع رخت خواب را میگویند، ولی اینجا منظور از مضاجع مصارع هست. مصرع جای را میگویند که انسان اونجا کشته میشه و میفته. محلی که انسان میفته در زمین بعد از کشته شدن، اون محل را میگن مصرع. لذا الله می فرماید اگر شما در خانه هایتان بودید، وقتی که اون زمان فرا می رسید، خود به خود شما بیرون می رفتید، به همون مصرع خودتان می رسیدید، همونجا کشته می شدید و می افتاد. یعنی تقدیر الهی محقق. والله علیم بذات الصدور، الله عز وجل علیم هست، دانا هست به راز سینه ها، به اسرار سینه ها. ان الذين تولوا منكم، باز هم الله تعالی درباره این صحابه یادآوری می کند، صحابه که اینجا لغزش کردند.
اشتباه کردن، شیطان فریبشون داد، من خدا معافشون کردم. خدا میدوند که انسانهایی بعد از سالهای سال، بعد از قرنهای قرن می آیند و بر اینها خورده می گیرند، بر این جماعت پاکان، بر این جماعت مخلصین می آیند و انتقاد می کنند، اونها را تحت توپ و تشر قرار می دهند. چرا چنین کردند؟ چرا چنان کردند؟ لذا الله عزوجل می گوید من معاف کردم، من معاف کردم. شما معاف نمی کنید، نکنید. باز هم با چه تأکیدی؟ الله می فرماید ان الذين تولوا منكم، بدرستی کسانی که پشت دادند از شما، یوم التقى الجمعان، در آن روزی که دو جمع با هم برخورد کردند، در روز احد که جنگ کفار و مشرکین، جمع کفار و مشرکین با هم دیگر ملاقات کردند، اون انسانهایی که پشت دادند فرار کردند، انما استزلهم الشیطان، جز این نیست که آنها را لغزاند شیطان، به بعض ما کسبوا، به سبب بعض آنچه که کسب کردند. الله می فرماید عمل کرد اونها و نافرمانی امیر اونها باعث شد که شیطان اونها را بلغزاند. اما الله مجددا دوباره است، ببین بار دوم اعلام معافی می کند، ولقد عفا الله عنهم، اونجا به خود اونها گفت من شما را بخشیدم، معاف کردم، نگران نباشید. الان به ما میگه شما چه کارید؟ ولقد عفا الله عنهم، بدرستی که الله عزوجل با همون تأکید بدون شک به تحقیق الله عزوجل معاف کرد آنان را. ان الله غفور حلیم، بدرستی که الله عزوجل بخشاینده و بردبار است، تحمل دارد. الله تعالی مثل شما انسان ها نیست، عجول نیست، الله حلیم هست، بخشیده بندگان خودش را. لذا برای کسی دیگر بعد از اینکه خداوند اونها را مورد عفو قرار داد، جائز نیست، درست نیست که بیاید و درباره اونها بله لب گشایی بکند. لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الله می فرماید اگر شما در خانه هایتان بودید هم قتل می آمد، کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. چرا؟ وليبتلي الله ما في صدوركم، تا اینکه خداوند مورد ابتلا قرار بده، امتحان بکند آنچه که در دل شما هست. در دل محل چیه؟ دل محل ایمان است. یعنی خداوند میخواست ایمان شما را چی بکند؟ آزمایش بکند. ولیمحص ما فی قلوبکم، آنچه که در دل بود خدا خالصش بکند، خالص بکند که آیا این ایمانش مخلصانه هست یا نیست. ببینید اینجا معنای آیه را، معنای همین آیه را قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل نوشتند، معنای آیه این هست که این در تقدیر بوده. شما هر چه تدبیر می کردید، هر چه نقشه می ریختید، به قول اون ابن ابی که می گفت چه کار بکنیم، به قول اون اگر عمل می شد باز هم این مصرع بود، این مضجع بود. علامه خازن جالب نوشته و معنی الآیت ان الحذر لا ينفع من القدر، و معنی الآیت ان الحذر لا ينفع من القدر. حذر چیه؟ همین که انسان احتیاط بکند، همین که انسان برنامه ریزی بکند. این حذر از قدر برای قدر مفید نیست، تقدیر کار خودش را می کند. وقتی به طور مثال وقتی که وقت مرگ فرا برسد، شما تو 7 تا قلعه مخفی بشو،
ان الحذر لا ينفع من القدر. انسان که احتیاط بکند، احتیاط از برای تقدیر مفید نیست. و التدبیر لا یقاوم التقدیر، و التدبیر لا یقاوم التقدیر. تدبیر انسان، برنامه‌ریزی انسان با تقدیر نمیتواند مبارزه بکند، جلوی تقدیر را بگیرد. فالذین قدر علیهم القتل، پس معنی این هست اون کسانی که خداوند برای آنان قتل و کشته شدن را مقدر کرده و قضاه فیصله کرده و حکم به علیهم، بر آنها حکم صادر کرده که باید اینها کشته بشن، لابد ان یقتلوا، لابد ان یقتلوا، باید کشته بشند. خازن. پس فالذین قدر علیهم القتل، اونهایی که خداوند قتل را برای اونها مقدر کرده و قضاه و نوشته قضاوت کرده و حکم به علیهم، بر آنها فیصله کرده که باید کشته بشن، شهید بشن، لابد ان یقتلوا. پس الله می فرماید ولیبتلی الله ما فی صدورکم، الله عزوجل می خواهد که ای فعل ذلك، این ولیبتلی علت چی هست؟ فعل ذلك لمصالح جمه وللابتلاء، خداوند این کار را انجام داد به خاطر مصالح بسیار زیادی. اون مصالح چی است؟ ولیبتلی الله ما فی صدورکم، تاکه الله بیازماید آنچه که در دلهای شماست، ولیمحص ما فی قلوبکم، خالص بگرداند آنچه که در دلهای شماست، یعنی ایمان شما را. والله علیم بذات الصدور، اما الله عزوجل علیم هست به اسرار سینه ها. خدا از اسرار سینه ها خبر دارد از قبل، بدون امتحان، بدون آزمایش، ولی میخواهد برای همگان چی بکند؟ مشخص بکند. لذا الله می فرماید ان الذين تولوا منكم، بدون شک کسانی که پشت دادن از شما، یوم التقى الجمعان، روزی که ملاقات کرد هر دو جمع، انما استزلهم الشیطان، جز این نیست که لغزاند آنها را شیطان، به بعض ما کسبوا، به بعض آنچه که کسب کردند. اما الان اعلام عفو می کند، ولقد عفى الله عنهم، البته که به تحقیق خداوند اونها را معاف کرد. ان الله غفور حلیم، بدون شک خداوند بخشاینده و بردبار هست. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لاخوانهم. الله تعالی اینجا زجر برای مؤمنین بیان می کند. مؤمنان شما مثل منافقان نباشید. منافقین چیکار میکردند؟ منافقین بعد از این میگفتند که اگر پیش ما میماندند با ما کنار کشی میکردند و از جنگ فاصله میگرفتند، کشته نمیشدند. اینا به حرف ما گوش نکردند. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تکونوا کالذین کفروا، شما نباشید مثل کفار. منافقین هستند اینا. کالذین کفروا، مثل کسانی که کفر کردند، حقیقتا یعنی ظاهرا کفر نکردند اما در دل کافر بودند. و قالوا لاخوانهم، گفتم برای برادرانشان. منظور از اخوان چی هست؟ یا برادران نسبی مراد هستند که خیلی از انصار مخلصین بودند، خب از نظر نسبی با اونها چی داشتند؟ خویشاوندی داشتند، برادری داشتند. یا اینکه به منافقین خودشون، برادران نفاقی. اینجا تفسیر مدارک گفته فی حق اخوانهم من النسب او من النفاق، فی حق اخوانهم من النسب او من النفاق، در حق اونها گفتن.
یا هم مذهبان یا هم نسبها. گفتن اذا ضربوا فی الارض، وقتی که رفتن در زمین یعنی سفر کردن برای جهاد، او کانوا غزن، یا که آنها بودن در غزوه، چی گفتن؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر بودن نزد ما ماتوا، نمی مردند، و ما قتلوا، کشته نمی شدند. الله تعالی می فرماید که این گونه می گویند، شما مثل اونها نگید. لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لیجعل الله بعضا متعلق فعل مقدر است، بعضی گفتند ای فعلوا ذلك لیجعل الله ذلك، بعضی گفتند القى الله ذلك الاعتقاد في قلوبهم. القى الله، خداوند این اعتقاد را در دلشان قرار داد. لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، تا اینکه خداوند این را یک حسرتی، یک آتشی در دلشون قرار بده. اونا حسرت میخوردند که اگر اینها پیش ما بودند، این اعتقادشون دیگه بود، اگر اینجا بودند کشته نمیشدند، در حالی که اینطور نیست. قبلا خواندیم که آنچه که در تقدیر باشد 100 تا احتیاط بکن، اون تقدیر چی میشه؟ عملی میشه. والله یحیی و یمیت، الله می فرماید موت و حیات به دست من الله است، به دست شما نیست. والله یحیی و یمیت، الله است که زنده می کند و الله است که می میراند. والله بما تعملون بصیر، الله به آنچه که شما عمل می کنید بیناست. خب این جواب اول. نخیر، اگر اینها تو خونه ها می بودند زنده می ماندند، اونطور نیست. موت و حیات به دست الله است، به دست لشکریان مشرکین نیست. دوم، الله می فرماید ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر شما کشته شدید در راه الله، او متم، یا که مردید در راه الله، جزا مقدر است. فلا تحزنوا، فلا تحزنوا، غمگین نباشید. چرا؟ لمغفرتون علت جزای مقدر. لمغفرتون چیه؟ علت جزای. شما غمگین نباشید، چون که لمغفرت من الله و رحمه، البته مغفرتی که از جانب الله است، و رحمتی که الله بر شما کشته شدگان می فرماید خیر مما یجمعون، به مراتب بهتر است از آنچه که یجمعون جمع می کنند. که جمع می کند؟ الذین کفروا، یجمعون الذین کفروا، این کفار جمع می کنند. اون مرگ شما، مرگ با شرف شما که پیش خدا قدر و جایگاه دارید به مراتب، اینها نشستن تو دنیا فقط جمع می کنند. اون مرگ شما به مراتب بهتر است. ولئن متم او قتلتم لإلی الله تحشرون، الله می فرماید ولئن متم، اگر شما مردید، او قتلتم، یا کشته شدید، لإلی الله تحشرون، البته به سوی الله شما همه جمع کرده می شوید. هم جمع شدن شما همه به سوی الله است. اینجا الله عزوجل صحابه را تسلی میده. ببین چه پیغمبری، چه پیغمبر مهربانی خداوند برای شما فرستاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از اون اشتباهی که صحابه کردند، خب قابل ملامت بودند، هیچی نگفت. اخلاق والای رسول الله این بود، کوچکترین توبیخی نکرد. خداوند در قرآن توبیخ کرد اما رسولش نکرد. الله می فرماید ببین این اخلاق رسول الله است، باید پیروان راستین رسول الله هم این اخلاق را داشته باشند. فبما رحمت من الله لنت لهم، تسلی صحابه و منت اول. فبما رحمت من الله لنت لهم، بسبب رحمتی از جانب الله، لنت لهم، تو نرم شدی برای آنها، نرم هستی، نرمی اختیار میکنی.
ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر بودی تو سخت خو، فظ یعنی چه؟ سخت خو بودی، غلیظ القلب سنگ دل بودی، سخت دل بودی، لانفضوا من حولک، البته این جماعت متفرق می شد از اطراف تو. لذا ای پیغمبر تو اخلاق والایی داری، از کجا داری؟ رحمت الله است بر تو، این لطف الله است. لذا اکنون که اینها اشتباه کردند، فاعف عنهم، آنها را معاف کن، از اونها درگذر باش، واستغفر لهم، برای آنان از پروردگار معافی بخوا، مغفرت بخوا، یعنی کما فی السابق، در دعاهای اونها را یاد کن، برای اونها دعای خیر کن. الله تعالی چقدر این جماعت را دوست دارد، با وجود اشتباه پیغمبرش را سفارش می کند، هم ببخش اینها را و هم برای اونها از من پروردگار معافی و مغفرت بطلب. فاعف عنهم، معافشان کن، واستغفر لهم، برای آنان از رب العالمین مغفرت بخوا و دلشان را هم به دست بیاور. و شاورهم فی الامر، در امور از آنها مشوره بگیر، چهره را نگیر از اینها مخلصین هستند که خداوند در حقشون این سفارش می کند، قصدی نداشتند، هدفی نداشتند، یک خطأ اجتهادی بود. لذا الله می فرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله، پایینش بنویس لا بالمشاوره، یعنی وقتی که مشوره کردی، هر تصمیمی که گرفتی اعتماد بر مشوره نباشد، اعتماد به چی باشد؟ بر ذات الله باشد. فاذا عزمت، هرگاه عزم کردی، هرگاه که چی کردی؟ فیصله قطعی کردی، فتوکل علی الله، توکل کن بر الله، ان الله يحب المتوکلین، بدون شک الله عزوجل دوست دارد توکل کنندگان را. اما الله تعالی اینجا بیان می فرماید که نصرت از طرف الله است، شکست هم از طرف الله است. لذا شما غم نخورید، شما نگران نباشید. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر الله شما را یاری کند، شما را نصرت کند، هیچ غالبی نیست بر شما، هیچ کسی نمیتواند غلبه پیدا بکند. و این یخذلکم، اگر شما را خداوند شکست بده، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد خذلان، رسوایی را میگن، اینجا مراد شکست است. پس چه کسی است که شما را یاری کند بعد از شکست الله؟ هیچ کسی نیست. پس نتیجه میگیریم در هر صورت و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این دستور العمل است، فقط و فقط بر الله باید توکل بکنند مؤمنان. توکل بر الله باشد، الله عزوجل کارساز هست، مشکلات شما را حل میگرداند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين.
من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.